خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. رودکی. سال 1926 کتاب استاد عینی به نام نمونه ادبیات تاجیک منتشر یافت. این کتاب در مرحله اول تشکیل جمهوری تاجیکستان سند مهم صاحبیت خلق تاجیک به میراث بزرگ فرهنگیش گردید. صحیفه اول کتاب با نام استاد ابوالحسن رودکی افتتاح یافت. در فضای جمهوری نام رودکی چون رمز مدنیت گذشته ما ثبت گردید. نام رودکی در دوام عصرها در مأخذ و آثار علمی همچون سردفتر ادبیات فارس و تاجیک شهرت داشت. ولی در تاریخ بار اول بود که ملت به نام تاجیک این شاعر را همچون نمایانگری میراث معنوی خود اعتراف و تأیید نماید. سالها سپری شدند. نام رودکی برای تاجیکان عزیز و گرامی بود، اما صحیفه های روزگار و آثار شاعر برای مردم تاجیک پوشیده بود. سال 1940 استاد عینی باری نخست درباره رودکی مقاله نوشته. خواننده تاجیک و اهل علم و ادب جمهوری را با محیط ادبی زمان رودکی و روزگار و آثار شاعر آشنا نمود. کمی دیرتر استاد عینی با نام مقاله‌اش استاد رودکی مجموعه‌ای را با شرکت عبدالسلام دیهاتی به چاپ رساند. این کتاب گفتن ممکن است در آموختن رودکی زمینه علمی به وجود آورد. در مجموعه استاد اشعار رودکی را تا آنجا که آن وقت ممکن بود جمع آورده به طبع رساند. مهمتر از همه آن بود که استاد عینی نتیجه بازیافت قبر رودکی را پس از جستجوی‌های دور و دراز به عالم علم عرض نمود. پیش از تحقیقات عینی، رودکی و دایره ادبی زمان سامانیان و توسط تحقیقات دانشمندان روس و اروپایی از جمله کتاب پرارج شادروان برتلس شعر فارسی در بخارای قرن 10 در علم شرقشناسی معروفیت داشت. ولی در انتشار شهرت رودکی در میان مردم تاجیک کتاب صدرالدین عینی اهمیت کلان کسب نمود. همزمان در همین سالها عالم ایران شادروان سعید نفیسی نتیجه های کاوش های علمی چندین سالش را در آموزش محیط ادبی رودکی و گردآوری اشعار باقی مانده شاعر و معاصرانش در 3 جلد سالهای 1930-1940 از چاپ برآورد. لیکن اثر نفیسی سالیانی دراز به اهل علم تاجیک معلوم نبود. سالهای 50 عصر گذشته دوره احیای نوین ملی تاجیکان محسوب می شد که پیشوای آن شادروان باباجان غفورов بود. با تشبث شخصی نام برده سال 1955 قرار کمیته مرکزی حزب و حکومت جمهوری درباره تجلیل جشن 1100 سالگی رودکی انتشار یافت. تمام جمهوری برای استقبال جشن به آمادگی شروع نمود. یکی از تدبیرات مهم جشن به حروف فارسی، عربی و کریلی تاجیکی تهیه نمودن آثار منظوم باقی مانده رودکی و معاصران وی بود. این وظیفه مهم به ذمه ادبیات شناسان جوان انستیتوت زبان و ادبیات اکادمی با راهبری شادروان عبدالغنی میرزایف واگذار شد. مقدار ابیات باقی مانده اشعار رودکی در نتیجه جستجوی‌های طولانی سعید نفیسی قریب به 1000 رسیده بود. به این مقدار بیت‌های بازیافته استاد عینی و دیگر دانشمندان تاجیک الحاق شد و
تعداد عمومی شعر شاعر نزدیک به 1200 بیت شد. به ابیات شعرهای معاصران رودکی نیز بیت و پاره‌های نو علاوه شد. به همین طریقه نشر تازه آثار رودکی و معاصران وی پس از 15 سال کتاب عینی به حروفات امروزی تاجیکی و الفبای فارسی عربی به چاپ رسید که تحفه شایسته بود به جشن پرشکوه شاعر. به افتخار جشن، عبدالغنی میرزایف تحقیقات مفصلی در احوال و تحقیق آثار و آرای رودکی انجام داد. محققان شناخته تاجیک شریف جان حسین زاده و خالق میرزازاده نیز در آموزش رودکی سهمی گذاشتند. عالمان جوان تاجیک و دانشمندان روسیه مجموعه مقالات علمی خود را به طبع رسانیدند که عبارت از سند و اطلاعات تازه در احوال و آثار رودکی بود. این جانب در تحقیق و تحلیل صنعت شعر رودکی مقاله تألیف نمودم. حکایه اولین تاریخی هم نیز نقل واقعه ایجاد قصیده مشهور رودکی بخشیده شده بود و به بوی جوی مولیان موسوم گردید. جشن 1100 سالگی رودکی از روی قرارداد قبلی میبایست تیر ماه سال 1957 تجلیل گردد، ولی به مناسبت نهایت وسعت یافتن تدارکات و تدبیرهای عیدانه مهلت جشن به تیر ماه 1958 موقوف گذاشته شد. جشن 1100 سالگی رودکی در استالین‌آباد 14 اکتبر سال 1958 با شکوهی تمام آغاز یافت. با تشبث و دعوت ترسونزاده اشتراکچیان کنفرانس اولین خادمان علم و مدنیت کشورهای آسیا و افریقا از مسکو به استالین‌آباد برای اشتراک جشن آمدند. مهمانان عالی قدر در مراسم گشایش مجسمه رودکی اشتراک کردند. به پنجکند سفر کردند، به زیارت مقبره‌ای که در پنجرود بالای قبر شاعر بنا شده بود رفتند و آنجا عید شعر و سرود آراستند. 1100 سالگی رودکی در جمهوری ما اولین جشن پرشکوهی بود که در یادبود نماینده میراث بزرگ شعر و ادب فارس و تاجیک همچون عید عمومی خلقی برپا گردید. گفتن ممکن است که تمام اهالی جمهوری این جشن را آماده کردند و آن را به طرز عاموی گذرانیدند. در تشکیل جشن خدمت خادم نمایان دولتی عبدالاحد قهاروف به صفت رئیس کمیته تدارکات کلام بود. این مرد زاده شهر کانیبادان بود. از جوانی در وظیفه‌های مختلف حزبی و دولتی کار می‌کرد. پله به پله تا مقامات عالی راهبری جمهوری رسیده بود. در عرفه و روزهای تجلیل جشن رودکی در مسند ریاست کمیته دولتی اقتصادی بود. قهاروف در میان راهبران دولتی و حزبی آن سالها به ادبیات و فرهنگ بیشتر مخلص و معتقد بود. از آثار کلاسیکان ادبیات گذشته مطالعات خوب داشت. اثرهای ادیبان معاصر را نیز خوب می‌دانست. قهاروف همچون بالانشین مقامات دولتی در گذرانیدن جشن رودکی و از جهت مبلغ و پول تأمین نمودن خراجات جشن بزرگ خیلی آزاد و سخاوتمند بود. راستی گویم در آن سالها به سر کارهای مهم دولتی آمدن شخصان فرهنگ شناس و فرهنگ دوست خیلی کم واقع می شد. از این جهت برای ریاست کمیته جشن رودکی منصوب گشتن عبدالاحد قهاروف در حل بسیار مسئله های مالی و تشکیلی جشن پرشکوه ملی ما اهمیت کلان داشت. در گذرانیدن جشن رودکی میخواهم خدمت خاکسارانه ولی مهم یک نفر مرد فراموش شده را ذکر کنم. این مرد حکمت رحمت اللهیف بود. اصلا از سمرقند بود و از اول سالهای 30 به استالین‌آباد آمده در ساحه معارف و مدنیت جمهوری فعالانه خدمت کرده است. سالهای اول رحمت اللهیف در ترجمه و نشر کتابهای درسی مکتبهای میانه شرکت داشت.
سپس او به سرپرستی کمیته صنعت حکومت جمهوری مأمور گشت. در این سمت رحمت اللهیف به رونق صنعت موسیقی و تئاتر، تشکیل گروه‌های صنعتکاران جوان و تأسیس مکتب‌های موسیقی سهم شایسته گذاشت. بعد از سال 1941 در جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی اشتراک نمود و در آخر جنگ با نشانهای افتخاری و امتیازات خاصه به استالین‌آباد بازگشت. در اول سالهای 50 رحمت اللهیف دبیر مسئول جمعیت دوستی و روابط با کشورهای خارجی انتخاب شد. در این سازمان نو تأسیس رحمت اللهیف برای تحکیم و توسعه روابط فرهنگی با ممالک خارج با کوشش و سعی شایسته خدمت کرد. بجز قابلیت کاردانی و کارشناسی، خصلت‌های شخصی وی، مهربانی و چهره گشاد، خوش‌سخنی و آداب نیک معاشرت در رونق دوستی با خادمان مدنیت و فرهنگ ممالک خارجی عامل مهم بود. در پذیرایی مهمانان خارجی جشن رودکی، در راهبردی و ملازمت آنها رحمت اللهیف در نهایت آداب و تواضع بود. در آن سالها با مهمانان خارجی کار کردن، آمدن آنها به جمهوری‌های ملی به اجازه و به واسطه مسکو مشکل‌های زیاد داشت. رحمت اللهیف در این موردها مشکل کشای ما بود. یاد دارم سال 1964 در بزرگداشت 550 سالگی تولد جامی در دعوت مهمانان ایرانی و در روزی معین رسیدنشان به دوشنبه به واسطه مسکو مشکلات ناگشودنی پیش آمد. رحمت اللهیف علاج یافته زود به شهر سرحدی آذربایجان جلفه پرواز کرد و در اندک مدت دانشمندان ایران را با پایست پیشواز گرفته یک روز پیش از جشن به دوشنبه رساند. رحمت اللهیف همچون شخص تجربه دار اداره‌های دولتی در تحکیم و توسعه فعالیت جمعیت دوستی و روابط با مملکت‌های خارجی کوشش و همت زیاد به خرج داد. در اول سالهای 70 رحمت اللهیف صاحب نفقه خاصه با دعوت پرزیدنت اکادمی راهبری تشکیلات محلی دانش را به عهده گرفت. در اندک مدت این گوشه ساکت اکادمی به قول معروف جان گرفت. کار جوش میزد، مردم به جنب و جول در آمد. اتاق خرد کاری رحمت اللهیف به مجمعه دانشمندان تبدیل یافت. در اینجا کار می‌کردند و هم از صحبت شیرین و چهره سرخینه همیشه خندان رحمت اللهیف شاد بودند. رحمت اللهیف با التماس این جانب به کمیته جشن عینی هم کمک می‌کرد. تجربه و کاردانی وی در رفع بسیار مشکلات ما دوای جان بخش بود. رحمت اللهیف شخص شناخته جمهوری، شخص فروتن و خاکسار بود. به ادعا برای مدنیت ما خدمت خالصانه و جانسپارانه می کرد. از اینجاست که می ارزد ما یاد او را پاس داریم و به خاطرش ارج بگذاریم. چنان که گفتم جشن رودکی همچون عید اولین ملی مدنیت تاجیک با شکوه و عظمت شایسته گذشت. سنت و رسم و آیین این جشن برای برگزاری بسیار جشن‌های بعدی شعر و ادب و فرهنگ تاجیک نمونه و پایه‌ای پیروی گشت. بله، جشن خوبه، عالی برگزار گردید، ولی چند سال از جشن گذشت و ما رودکی را فراموش کردیم. رودکی و ادبیات دوره سامانیان گویا بالکل تحقیق و تدقیق شده باشد. آموزش احوال و آثار رودکی و معاصرانش قطع گردید. بعد از نشر نچندان معتمد شعر رودکی و هم اسران او، دیگر به طبع و انتشار میراث گرانبهای کم تحقیق شده دوره سامانیان مشغول نشدیم. حالانکه در جمهوری‌های دیگر آموختن نماینده‌های برجسته ادبیاتشان بعد از جشن هم ادامه می‌یابد، وسعت می‌گیرد و یادبود هر ساله آنها برپا می‌شود. سالانه نوایی در ازبکستان، نظامی در آذربایجان،
روستویلی در گرجستان. باری با عبدالغنی میرزایف در این موضوع صحبت کردم. از فروگذاری در آموختن رودکی تأسف کردیم، ولی اقرار شدیم که اینجا شاید تقصیر ما هم باشد. عزم کردیم که تیر ماه سال 1971 کنفرانس دانشمندان جمهوری و بیرون از جمهوری را در موضوع مسئله های آموزش رودکی و ادبیات عصر 10 در دوشنبه دعوت کنیم. در وقت معین شده کنفرانس را دعوت کردیم. در این همایش دانشمندان بیرون از جمهوری نیز دعوت شدند. کنفرانس نتیجه های کاوش و آموزش عالمان تاجیک و شرقشناسان را در آموختن میراث ادبی دوره سامانیان و بالخاص شعر رودکی جمع بست و بعضی موضوعهای مهم تحقیق آینده این ساحه تاریخ ادبیاتمان را معین نمود. در اینجا موقع سعید نفیسی همچون محقق نهایت پرمحصول و پرکار احوال و آثار رودکی و ادبیات دوره سامانیان تأیید گردید. کنفرانس نشان داد که در رودکی شناسی نه تنها کار استاد عینی و سعید نفیسی را ادامه دادن، بلکه راه‌های نوین و اصول تازه‌ترین علمی را کشف نمودن و از روی آن کار بستن لازم است. سعید نفیسی در این سالها در تاجیکستان نه تنها با آثار علمیش در آموختن رودکی و زمان وی معروفیت پیدا کرده بود. سعید نفیسی با رابطه‌های بی‌واسطه‌اش با عالمان تاجیک در طی سفرهایش به کشور ما میان ضیاعیان تاجیک مشهور و محبوب گشته بود. سعید نفیسی در عرفه جشن از آمادگی محققان تاجیک در آموختن، گرد آوردن و نشر آثار رودکی و توسط مکاتبه آگهی داشت. از بازیافت‌های نوین اشعار رودکی اظهار خرسندی و تشکر می‌نمود. از زحمات و خدمت استاد عینی در تبلیغ رودکی و خصوصاً از پیدا نمودن وی قبر رودکی را در مقاله و سخنرانی‌هایش عرض سپاس و منت‌گزاری می‌نمود. ماه سپتامبر سال 1960 کنگره 25 نوبتی شرقشناسان جهان با دعوت باباجان غفوروف در مسکو سازمان یافت. سطح علمی، دایره شرکت کنندگان و شکوه و حشمت کنگره عالی بود. رسم گشاد کنگره در تالار بزرگ دانشگاه دولتی مسکو صورت گرفت. از نام حکومت شوروی در این مراسم انستس میکایان شرکت و نطق تبریکی ایراد نمود. مجلس‌های بخش‌های علمی کنگره در مجلسگاه‌های مختلف دانشگاه می‌گذشت. در پایان کنگره باباجان غفوروف از نام حکومت و کمیته تشکیلی در قصر کلان کرمل ضیافت شکوهمند آراست که حسن و مرتبه همایش بین الخلقی را یک بر چند افزود. در کنگره در هیئت دانشمندان تاجیک این جانب هم وارد بودم. در مجلس فاصله های آن با چندین عالمان شرقشناس جهان که نامشان را شنیده در آرزوی دیدار بودم آشنا شدم. از جمله با استاد فقید سعید نفیسی آشنا شده چند روز شرفمند همصحبتی ایشان بودم. این مردی موزون قد و چالاک کمگوشت نه تنها با دانش پردامنه و بی همتایش، بلکه با خاکساری و الفتگزینی و خوش صحبتیش نیز کس را به خود زود جلب می کرد. حقا که جوش نطق از دل نشانی دوستی است، بستگی نطق از بی الفتی است. سعید نفیسی با سبب به جشن رودکی آمده نتوانسته بود. بنابراین بعد از کنگره مسکو با همسرش و همراه ایرانشناس فرانسوی ژورژ لازر به استالین آباد آمد. بنده با سفارش مأموریت اکادمی به مهمانان همپایی کردم. سعید نفیسی در این سفر با دانشمندان تاجیک ملاقات داشت. گنجینه‌های نسخه‌های خطی کتابخانه‌ها را از نظر گذراند. به پنجکند و به زیارت قبر رودکی رفت.
تأثیرات وی مخصوصاً از ملاقات با مردم عادی علل خصوص ساکنان پنجرود خیلی خاطرمان بود. می گفت که من رودکی را در میان مردم تاجیک و خصوصاً ساکنان پنجرود زنده دیدم. سیمای موی سفیدان هر یک سیمای رودکی بود. سخنهای آنها هر یک شعر رودکی بود. سعید نفیسی در اینجا در ایران هم بارها می گفت که زبان تاجیکان ماوراءالنهر امروز زبان تازه فارسی است، زبانی که اصالت دوره سامانیان را حفظ نموده است. خلاصه هم کنفرانس اولین رودکی شناسی و هم کنفرانس های بعدی همیشه با یادآوری و پاسداری یاد استاد عینی و سعید نفیسی برگزار می گردید. بعد از آن که شعبه تاریخ ادبیات تاجیک با سروری این جانب به انستیتوت زبان و ادبیات انتقال یافت، تشکیل همایش‌های علمی رودکی در اختیار عبدالغنی میرزایف ماند. تا وقتی که میرزایف در حیات بود، کنفرانس‌های علمی هر سال برگزار می‌گردید. کنفرانس‌ها بیشتر یادبود ظاهری رودکی در شهرهای خوجند و پنجکنت و قرغان تپه بود. مسئله های مهم رودکی شناسی همچنان ناگشاده ماند. نمیدانم، شاید میرزایف از رفتن ما از مؤسسه وی رنجیده بود که مرا به کنفرانس های رودکی دعوت نمی کرد. من هم با کارهای خود گرفتار بودم و در شرکت کنفرانس ها میل نمی کردم، ولی خرسند بودم که کوشش های علمی در آموختن رودکی و ادبیات دوره سامانیان خاموش نشده است. سال 1976 ماه اوگوست میرزایف درگذشت و با همین به اصطلاح رودکی خانی در انستیتوت شرقشناسی هم قطع گردید. در انستیتوت زبان و ادبیات ما به تألیف سلسله کتاب‌های تاریخ ادبیات تاجیک مشغول بودیم. با وجود همین از شاگردان فقیر عثمان کریموف و صدری سعدیف با راهنمایی محمد نوری عثمانوف و بنده مجموعه نوی شعر رودکی را از روی چاپ نوی کتاب سعید نفیسی و تصحیح و علاوه های خود سال 1974 به طبع رسانیدند. شعر رودکی هرچند به دست ما کم رسیده است، اما پاره‌های درخشان و مجلای آن پیش نظر قصر بزرگ ابتدایی نظم فارسی را مجسم می نمود. از تماشای تحقیقگرانه پاره‌های باقی مانده قصر شعر رودکی دور شده نمی توانستم. می خواندم و در هر مصرعی آن تعمق می کردم. در آخرهای سالهای 70 به این جانب پیشنهاد شد که ترجمه آثار رودکی و هم اسران او را به زبان روسی برای انتشارات خیلی بانفوذ و معروف لنینگراد در سلسله کتابخانه شاعر تهیه نمایم. نشریه سال 1934 با تشبث گورکی تأسیس شده بود. در این سلسله نمونه‌های بهترین میراث ادبیات جهان به چاپ می رسید. به این سلسله داخل شدن اشعار رودکی و هم اسران وی نسبت به ادبیات فارس و تاجیک احترام و اعتراف بزرگ و برای ما افتخار ملی بود. تهیه کتاب را از این جانب خواهش نمودند. به این مناسبت اشعار رودکی و هم اسران او اینچنین ترجمه های روسی را به دقت و حوصله تام از نظر گذرانیدم. نتیجه مطالعات و مشاهدات بنده این بود که در شعر رودکی و در ترجمه آن محققان و ترجمانها خطا و اشتباهات زیادی دارند و این همه تحریفات از یک نشر به نشر دیگری اشعار رودکی و هم اسران وی می گذرد. در این موضوع مقاله مفصل نوشته سال 1982 به چاپ رساندم. دانشمندان و اهل ادب مقاله را درست پذیرفتند و نکته‌های انتقادی آن را تصدیق نمودند. الکساندر بالدرف درباره مقاله در نامه‌اش نوشته بود: در آن مکتوب من به شما نه تنها قناعتمندی بلکه تأثیرات بهترین خود را که از خواندن مقاله‌تان حاصل شد بیان کرده بودم.
نهایت عالمی زبردست و دلیر پیدا شده است که به لعبتکی بزیب آثار رودکی، اینچنین به سیل ناخوشی دروغ و بیباکی و تحریفات که در ما معمولاً ترجمه بدیعی می نامند ضربه سخت داده شده است. من درباره 3 مقاله، امانوف، مختاروف و این جانب رسول هادی زاده، اینچنین راجع به نشر مکتوب‌های جامع از طرف اورونبایف در کافدر گزارش مخصوص کتابیات کردم. در ضمن این راجع به تبدلات رودکی شناسی که مقاله شما اعلان و آغاز نموده است توجه مخصوص ابراز داشتم. 15/06/83. شاید تبدلات گفتن شادروان بالدرف مبالغه باشد، ولی همینش جالب است که بعد از مقاله من باز نوشته های جدی مثل مقاله های افسحوف، حکیموف، گیونشویلی چاپ شد که در آن راجع به تصحیح و تکمیل شعرهای رودکی اندیشه های پر ارزش بیان یافت. خلاصه مباحثه ها و اندیشه ها این بود که آثار منظوم خطی رودکی و هم اسرانی او را عمیق‌تر و وسیع‌تر و با اصولهای نوی علمی متنشناسی آموختن لازم است. چون این آموزش را با مشورت و اشتراک محققان تاجیک و کشورهای دیگر انجام دادن لازم است. آخر سال 1983 به اینستیتوت و پرزیدیوم اکادمیا با پیشنهاد مراجعت کردم که در آخر سال 1984 جشن 1125 سالگی تولد رودکی را در مقیاس جمهوری سازمان دهیم. تشکیل جشن ما را باز به رودکی برمیگرداند و می توانیم در مؤسسه های علمی امان رودکی شناسی را به معنای وسیع آن براه مانیم. پیشنهاد قبلی زود قبول شد. 14 نوامبر در حضور محمد عاصمی، رئیس اتفاق نویسندگان مؤمن قناعت، دیرکتور اینستیتوت رودکی و این جانب برای مصلحت پیشکی جمع آمدیم. قرار شد که جشن را در تیر ماه سال 1984 با آمادگی شایسته گذرانیم. در اول سال 1984 مکتوب رسمی از نام اکادمیا و اتفاق نویسندگان با پیشنهاد تشکیل جشن 1125 سالگی تولد رودکی به کمیته مرکزی حزب ارسال گردید. از دستگاه بابا صادق و که کاتب مسئول کارهای ایدئولوژی و مدنی بود خبر قبول شدن پیشنهاد رسید. تدبیرات گذرانیدن جشن نیز ترتیب و تصویر یافت. در اینستیتوت زبان و ادبیات رودکی و مؤسسه های دیگری مربوطه اکادمیا به کنفرانس علمی آمادگی آغاز شد. من با همکاری انصار افسحوف مجموعه شعری رودکی را با نام 1000 مصرعی رودکی، تسیش استراک رودکی به زبانهای تاجیکی و روسی انتشار نمودیم. در این کتابچه اکثر سهو و خطاهای چاپهای پیشینه اصلاح شد. مجموعه مقاله ها درباره رودکی و ادبیات دوره سامانیان به نقشه گرفته شد. برای اشتراک در این مجموعه و همایش علمی اکادمیا به رودکی شناسان مسکو و لنینگراد و جمهوری های همسایه دعوتنامه ها فرستادیم. به کار ما شعبه مدنیت و علمی کمیته مرکزی حزب نظارت و راهبری می‌کرد. روز تقریبی جشن را به اول ماه اکتبر تعیین نمودیم. همه به جشن تیار شده بود. 10 سپتامبر ساعت 10 به من خبر دادند که از شعبه علمی کمیته مرکزی تلفن کردند که جشن رودکی گذرانیده نمی شود و اکادمیا باید در این خصوص به مهمانان دعوت شده آگهی دهد. نه مشورت نه مصلحت قبلی با اکادمیا و اتفاق نویسندگان و از سبب این حادثه نه خبری. دیرتر به واسطه آگاه شدیم که کاتب حزب بابا صادق و به سبب بعضی رویدادهای سیاسی افغانستان به منع تجلیل جشن اشاره فرموده است. این عمل برای ما خیلی ضربه سخت بود، زیرا در نتیجه امر ناسنجیده و ناخردمندانه ساحه پرمضمون حیات معنوی ما، آموزش و پژوهش دوره مهمترین تاریخ ادبیات تاجیک باز ساکت و خاموش گردید. در این خصوص در روزنامه نوشتم: روح بزرگ رودکی
و احساس آن که چنین یک کاری را در عرفه جشن ریسپوبلیکا گذرانیدن لازم و به مورد بود کس را آرام نمیگذارد. رودکی رفت و ماند حکمت اوی، گل بریزد نریزد از وی بوی. ولی بویهای گل شعر رودکی عصرها عطرفشانی کرد. اما از آن کسی که این کار را کرده است چی اثر میمانده باشد؟ 10/09/84. خوشبختانه گل شعر رودکی باز عطرفشانی کرد. سال 1985 مجموعه کلان اشعار رودکی و معاصرانش به زبان روسی با مقدمه و تعلیقات و توضیحات من در لنینگراد به چاپ رسید. تهیه کتاب برایم مکتب رودکی شناسی را از نو باز نمود. پیش از همه با نشر علمی و انتقادی مرحوم سعید نفیسی و نشر تاجیکی اشعار رودکی عمیق‌تر آشنا شدم. دوم، تمام ترجمه های اشعار رودکی و هم اسران او را با اصل مقایسه نمودم. نتیجه مطالعات این بود که متن نهایت پرکارانه گردآورده سعید نفیسی نقص و کمبودی های جدی دارد. ناشران بعدی نه تنها نفیسی را تصحیح نکردند بلکه سهو و خطاهای او را تکرار و باز هم پیچیده تر نمودند. نتیجه مطالعات و ملاحظات بنده در همان مقاله پیشتر ذکر شده بیان یافته بود. این همه عامل و برهان مرا به آموختن من بعده رودکی با راه نوین دلیر نمود. عزم نمودم تحقیقات آینده بخش تاریخ ادبیات اینستیتوت را در آموزش رودکی و ادبیات دوره سامانیان متمرکز سازم. هنوز به این کار پای ننهاده واقعه های فاجعه انگیز اول سالهای 90 عصر 20 رخ داد. در نتیجه وضع علم و دانش خراب شد و شرایط ادامه دادن پژوهش در اطراف مسئله های عمده علمی به تباهی روی نهاد. با وجود این ناسازی ها در آخر سالهای 90 پرابلم رودکی شناسی را به نقشه علمی اینستیتوت خواستم داخل نمایم. اما غیر چشم داشت و به هیچ اساس جدی و علمی با تحریکات عبدالقادر منیازوف شعبه تاریخ ادبیات تاجیک بسته شد و این جانب از راهبریت علمی این بخش دور افتادم. نه تنها به پرابلم رودکی شناسی بلکه به آموزش علمی تاریخ ادبیات کلاسیکی تاجیک ضربه علاج ناپذیر وارد گردید. با این همه آرزو و امید باقی بود. روح رودکی و بزرگان ادبیات کلاسیکی به ما نیروی امید و اعتقاد می بخشید. می گفتم پنداش ستمگر که ستم کرد به ما، برگردن او بماند و بر ما بگذشت. در واقع امیدها بر عبث نرفت. سال 1996 پرزیدنت مملکت جناب امام علی رحمانوف درباره جشن گرفتن 1100 سالگی بنیاد دولت سامانیان قرار قبول کرد. این قرار تاریخی برای پاس و احترام دوره تقدیرساز خلق تاجیک، برای آموختن جریان تشکل و رونق و رواج زبان و ادبیات تاجیک در عصر 10 و بزرگداشت میراث گذشته ما اهمیت کلان داشت. قرار پرزیدنت مرا دلیر ساخت که بار دیگر برای آموختن رودکی و ادبیات زمانی وی عامل به وجود آورم. ماه اپریل سال 1999 به شورای علمی اینستیتوت پیشنهاد نمودم که برای تجلیل، تبلیغ و تدقیق آثار و روزگار رودکی، اینچنین ادبیات دوره سلطه سامانیان سازمان به نام محفل رودکی تشکیل گردد. این پیشنهاد را قبول نکردن ممکن نبود. محفل رودکی تشکیل گردید و به سرپرستی آن بنده مأمور گردیدم. این اقدام پس از لغو نمودن بخش ادبیات کلاسیکی غلبه کلانی بود در زنده ساختن آموزش میراث کلاسیکی ما. 5 اکتبر همان سال مجلس اولین محفل رودکی با اشتراک دایره وسیع محققان تاجیک و کارمندان سفارت ایران با سرداری سفیر جناب سید رسول موسوی سازمان یافت. در همایش محفل رودکی بنیاد رودکی نام گرفت.
قراردادی قبول شد که همایش نخستین بنیاد رودکی با اشتراک دانشمندان ایرانی در پنجکند به عنوان یاد رودکی در دیار رودکی برگزار گردد. 1 سال آمادگی برگزاری یادبود رودکی را می دیدیم. حکومت شهر پنجکند نیز پیشنهاد ما را به حسن استقبال دستگیری کرد. 11 اکتبر در شهر پنجکند در تالار موزه کشورشناسی رودکی همایش اولین بنیاد رودکی برپا گردید. در همایش گروهی دانشمندان برگزیده ایران با راهبری معاون وزیر کارهای خارجی جناب دکتر سید حسین خرازی اشتراک نمودند. در پایان مجلس مراجعت شرکت کنندگان متن آن را پیشکی در دوشنبه ترتیب داده بودم و پرزیدنت امام علی رحمانوف اعلام گردید. در پایان نامه پیشنهاد شد که از سال آینده هر سال 22 ماه سپتامبر روز رودکی اعلام شود. نامه و پیشنهاد را شرکت کنندگان همایش گرم و جوشان قبول کردند. بعد از مجلس به مراسم قبول حکومت شهر در 5 رود در باغ مقبره رودکی بزم شعر و سرود با شرکت ساکنان دیهه برپا شد. همایش اولین بنیاد رودکی به همین شکوه ایدانه و مضمون عمیق علمی گذشت. سال دیگر در عین آمادگی مجلس نوبتی عارضه سختی به این جانب رخ داد و جراحی مرکب از سر گذشت. تا آخر سپتامبر در بیمارستان بودم. همایش به نقشه گرفته شده موقوف ماند. نتیجه پیشنهاد ما نیز بی جواب بود. بیماری ناگهانی و تعویق قرارداد تعیین گردیدن روز رودکی در دل یأس و نومیدی انداخت. خوشبختانه به قول معروف کلبه احزان آخر گلستان شد و 1 نوامبر دوستان از دستگاه پرزیدنت و مجلس نمایندگان مجلس عالی مژدگانی دادند که روز رودکی در ردیف عیدهای جمهوری به تصویب رسیده است. جسم بیمار قوت گرفت، روح خسته باز به پرواز آمد. اکنون روز رودکی را چون عید اولین ملی به شکوه و تجمل و همایش بنیاد را با بررسی های مسئله های کلان علمی برگزار کردن لازم بود. همین طور هم شد. به روز رودکی و همایش علمی نوبتی طبق موافقت با سفارت ایران دانشمندان فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهران با سرداری حداد عادل دعوت شدند. روز رودکی را پرزیدنت امام علی رحمانوف با نامه خود تبریک گفت. محفل و بزم‌های شعر و سرود در تالار اتفاق نویسندگان نزد پایه مجسمه رودکی در باغ شهر برپا شد. در تالار اکادمیای علم‌ها همایش علمی بنیاد رودکی برگزار گردید. در اول سال 2004 بنیاد رودکی به سازمان مستقل غیر دولتی جمعیتی تبدیل داده شد و با تصویب وزارت عدلیه شهادتنامه گرفت. گروهی مؤسسان و جامعه تاجیکستان با این خبر خوش مراجعت کرد. صورت حساب بنیاد نیز گشاده شد. اما جامعه ما همانا به درجه شعور ملی مطلوب نرسیده است. کسی از صاحب کاران و مؤسسه های دارا یاری پولی به عمل نیاورده است. خود همین سال سازمان ترویج و همکاری شویتزاریا طبق برنامه ما کمک پولی تقدیم داشت. به این مبلغ ما توانستیم مجموعه شعرهای رودکی را با ترجمه روسی به چاپ رسانیم. در پنجکند و در 5 رود 22 سپتامبر به افتخار روز رودکی جشنواره سرود و موسیقی سازمان دادیم. در دوشنبه در موضوع شهرت جهانی رودکی همایش علمی تشکیل نمودیم. به بنیاد رودکی حکومت شهر پنجکند شرکت بابیلانتی نیز کمک جدی رسانیدند. اینستیتوت زبان و ادبیات رودکی برای ما خانه کار جدا کرد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی محمد سعید عبیداللهیف برای ترمیم و تعمیر قرارگاه بنیاد فرمایش داد. سفارت‌های آلمان و فرانسه به مقصد پرقوت کردن جهت مادی بنیاد کمک مالی نمودند.
امید داریم که در آینده صاحبان کارخانه و شرکت‌های کلان به بنیاد رودکی همچون سازمان ملی خود کمک‌های خیریه خواهند کرد. بنیاد رودکی در آموزش و نشر آثار رودکی و عموماً ادبیات دوره حکومت سامانیان نقشه‌های کلان دارد. اجرای نقشه‌ها نه تنها به سعی و کوشش دانشمندان بلکه به مدد و دستگیری جامعه تاجیکستان وابسته است. رودکی افتخار ملی ماست. رودکی شاعر ملی ماست. رودکی تجسم تاریخ و هستی معنوی تاجیکان است.